ای خدا اون حساب داره آره خب نه بله سلام ستار دیگه نکنم حالا یه در وایسه ببینیم دو تا میدن میرسه شاهین سوئیس قرض دادن مدید میگفتم رو خیس شده یه کارگر قرار سوئیس شاهین سوئیس که البته نزدور حالا یادی یادی باید کنجه نداشتی سر سخته میپاچم تم کنجز بگیره نشان داد آره باشه بگو بیاد بگه دیگه من نمیشناسم باشه خلاص این کارگر ولی بابایی اسم جعفر علی دارمه دیگه مرده علی شاهو آره عجب جوی دیشب یه لحظه سرد شد لحظه نمیدستم بیرون بایستم دیشب یه لحظه فقط یخ بود یخ شده اونجا یه لحظه یه چیزی بهت بگم پا شدم دیدم پنجره بازه متوجه نشدم دلیلش میدونی برای چی بوده این گفتی باز داره بگم نه دلیلش اون گوشت شتره گوشت شتر اینقدر گرما داره اصلا ما سرمای اونجا رو احساس نکنیم شاهین سوئیس قرض دادن مدید میگفتم رو خیس شده یه کارگر قرار سوئیس شاهین سوئیس که البته نزدور مور قرض دادن نه بیشو خواست 4 خوابیده بود 3:30 3 بلند 3 بیدارش کردم میگم برو خمیر بگیر من حال ندارم امروز به ماه تعطیل خستم من چیکار کردی تو خسته ای بلند بعدم این دیستانه کلا روزی 4 ساعت خونه کار میکنه ساعت 4 بجه میاد 8 دقیقه 4 ساعت کلا توی 24 ساعت بعد میگه ها بعد میگه آدم اینجوری کار کنه دکتری چی کنه برای دکتر اون به همین دیگه آقا خیلی داریم همین موبایل رو میگیرم راسته بر کار کنم آقا این رویه اگر همینجوری اون حساب داره آره خب نگفتی اینجا بوده آقای این سلمت که شما میگه یکی از فیلدو بعد از فیلدو میگه مادو داخل کجاست؟ سلمان؟ سلمت میگه پایین اینجا جوارده؟ فیلدو بعد از فیلدو میگه میگه من نرفتم اصلا اینا هیچ کدوم اسمارش رو نمیدونم مادکو دل جنگله من این همه یکی دنر بزرگ موضوع اصلا نمیاد چه سومد نمیاد تو ماینا خب نوبت شما هر این شما چند نوبتی که
چنده؟ اما رو زنگ بکنید امیری بزش رو امیری بزش رو خواهد سری میشه برای یه گاه داریم میگوید یه غیر روزی رو هم داره من بشه برم سر کارم میرم شقا داره یه دونه نمایی شدیم با شاهین شاهیدی آب شمایی دیگه تو کار کنی کارگر خوبی با الواربار از سراغون توی با روزی قشنگ آب آقا نان رو یا بوسته پاکشن رو میدونیم نه به خداحافظی من این نوبت یکی دیگه سرشن هم نوبت این آقا نیست مگه من میگه یکی دوتا قبل ای خدا وای آخر منشار بوده به نبرن نوبت انگیز بده نوبت انگیز بده نه بره چیزی باید بسی رو یه دونه خالا هم بده اگه یه دونه اضافه یکیشو بده من اضافه الان دیگه با 4 تا سیشون یه دونه بوده خالا تا 5 تا اینا آماده شده 4 تا دیگه آمده آره دیگه یک بهش داد یکی داد یه خواب الان 4 تا میگه اگه مادرم گذاشتی بله بزرگ زدم بله میخواید نفسه بود نه بابا چون تا دنیای میمونی برزا بوده واقعا تو راه اینکه منو رو والا نمیشه یعنی این دارید نه؟ الان متی ماشونه ما امیر برو کارتا رو بکش امیر ناگون تا 14 رو با این سفیده بکش خب امیر با این سفیده بکش هر کی مثلا بیشتر میخواد با من بگو من میام میکشم 4 تا بزرگ میگه نه دیگه 4 تا کوچیک رو با این بکش بقیه هر کی بیشتر خواست با من بگو من کنجه نداشتی بسر تم کنجد بگیره نشان داره بودم میگه مون دیگه به خاطر تو درجی بده چشم الان آماده میشه کنجد دیگه تموم نه با فردا شما آقای باقی بودی نونی میخواید چای شیرین بزنید بخوری یعنی مزه نه بعضی ما پنیر بانم بخوریم بعضی ما با پنیر بخوریم خدا حافظ ببرم این نان الان تم گردو میده اونجوری آقا دارم نریزن در دیگه دیگه اوف بمردم خدایی دیگه همین لحظه که در نماره باز کردن وقتی انجام کردیم برمان بکش دوتا مزوی یک بزرگ دیگه وسیله رو میگن از عمان آوردن یا نه اینجا خریدیم وسیله رو میگن از عمان آوردن یا نه اینجا چند؟ وسیله چی میخوای؟ بستگی داره
بیاد دیدی من طرف اون میز نمیرفتم. اینجا فکر کنم کلا 2 بار رفته باشم. این هم استاد 2 بار یه بار باشیم من رفتم کلا 3 بار شاید یه لاب رفته باشم. چی؟ آره یه تنگی باید چی شدن بسکت هم دنبال یک تنهایش جا این دوربینش خوبه بازم خوبه ویوش عالیه ویوش دیدم ملکت میتونی ببری اونجا داد بزن فریاد بزن داد کردن خلوت باید اینجایی من اینقدر دوست دارم که اونجا خونه داشته باشه بالا خودم یا خونه باشه زمین داشته باشم هیچی باید بالا نشته باشه یه دقیقه باید سر بینیم چه خبره اونجور خونه داشته باشم خلوت ای خدا چهارونی کی ببری؟ خودم تنها صدای جنگل نیست صدای چیزا همه تو گوشم باشه حال دارم چیکار نیست شلوغی یه جای مسخره خونه گرفت بابای من نامسته میداد یه جای زمین میره بیا خونه درست میگرد چیزی هرده از اونجا آورده بودن ها؟ دیگه بده 4 تا شد من 4 تا بود بجون بده اصلا برم رنگ میدونم امیره هر موقع میاد اینجا کار میشه ببخشید امیره اون میگه من حلال خدا رو ببخش عزیزم